آیا اگر زنک حالت مرگ ده باشد مردک میگه از امو باید بخشش بپرسد؟ باید بپرسد. وقتی میبینین که زنتون در حالت سکرات ای یا میبینین در حالت مثال بیماری ای زناتون بخشش پرسید، زیرا در حیات شما در حق اینا مقصد حقارت ها کردین، تهمت ها کردین، جبر ها کردین، ظلم کردین، همه اینا الله میدونه. برای همین تا اگر همین زن نبخشد خدا نمیبخشد. برای همین پیش زن آمده گفتن در کورت زنک حقیقتا در حیات من ممکن اگر بیاد بدگیش بیادش بیار، بیاد نبودگی را بگوش که خیر میکنی لغزشا کردگیم من از تو بخشش میپرسم مرا ببخش. همون زنک باید که مردک خیر بخشید و مرد انشاءالله تا از حساب و حسد این کرده ها در حق زنک روز قیامت خلاص